رفیق دیگه وقتشه که با وینیستون زیر 130,000 تومانی خداحافظی کنیم. بعید وینیستون جور به زیر 130,000 تومان برسه. معمولاً وقتی قیمت‌ها برای یه مدت طولانی افزایش پیدا میکنه دیگه حباب قیمتی نیست. ساختارهای بازار هم با قیمت جدید شکل میگیرن، مخصوصاً در مورد وینیستون که یه جورایی سلطان بازار سیگاره. پس احتمال اینکه قیمت وینیستون بیاد زیر 130 در حد یه رویای شیرینه. یعنی تا وقتی که این نرخ وینیستون ادامه پیدا کنه بقیه سیگارها هم خودشون رو بهش میرسونن و قیمتشون متناسب با نرخ وینیستون افزایش پیدا میکنه. پس کاهش قیمت از کانال 140 به زیر 130,000 تومان در حالی که قیمت بقیه سیگارها متناسب با نرخ وینیستون تعیین میشه خیلی بعیده. حالا ببینیم JTI با سهمیه 100 تومانیش این کار است یا نه.